این طرح تحت عنوان طرح ماهان در ساواک برای سست کردن اعتقادات مذهبی مردم انجام شد. روابط ما با مامورین موساد و مامورین اطلاعاتی اسرائیل تا این حد نزدیک بود. طرح ماهان طرحی بود که برای ایجاد انحراف مذهبی و سوس کردن اعتقادات و پایه‌های مذهب صورت گرفت که مردم معتقد به خرافات بشن، خرافات بپذیرن و بعد چون خرافات رو خیلی ساده در قسمت‌های مختلف میشه رد کرد، پس اعتقادات مذهبی آنها به همون صورت سوس میشه و میتونیم رد بکنیم. این طرح در زمان نخست وزیری ازهاری انجام شد. 20 میلیون تومان دولت تصویب کرد، در اختیار ساواک گذاشت. این 20 میلیون تومان قسمت اعظمش به روحانی نماهان داده شد که در این مورد تبلیغ بکنن و حتی کیس هایی هم صورت گرفت، از جمله خواب نما شدن که یک روحانی نمایی در خواب دید که امام رضا رو که امام رضا به او توصیه کرده که شاه رو محافظت کنید، او رو بهش کمک کنید، او باید در ایران بمونه. و یا اینکه مولای قرآن بودن، مولای سوره بقره بودن که هر ساعت 3 بعد از ظهر قرآن رو باز کنه در روز به خصوصی لای سوره بقره یک مو هست. و یا دیده شدن تصویر امام در کره ماه که